سلام دوستان. امروز با یه آموزش خفن دیگه در کنار شما هستیم تا ببینیم چطور میتونیم $100 بونس رو توی آمریکا بگیریم. در آخر این ویدیو هم بهت یاد میدم که چطور $1000 دیگه هم از طریق رفرالت به دست بیاری. یعنی جمعاً میشه $1100 که هیچ جای دنیا پول کمی نیست. میخوام کل این ویدیو رو زیر 2 دقیقه جمعش کنم. خب قبل از هر چیزی ببینیم که این $100 بونس شامل چه کسایی میشه و شرایطش چیه. اول اینکه شما باید کاربر جدید باشید و قبلا در سایت چایم ثبت نام نکرده باشید و دوم اینکه باید در خاک آمریکا باشید و یه شماره موبایل فعال داشته باشید. پس این دوتا شرط رو در نظر بگیرید. نکته بعدی این که سایت چایم هیچ هزینه‌ای رو به عنوان فی یا هزینه نگهداری از پول شما نمیگیره. یعنی شما اگر سالها هم با حسابتون کار نکنید هیچ مبلغی رو به خاطر نگهداری یا به عنوان مینتیننس از شما دریافت نمیکنه. خب بریم سراغ ثبت نام برای دریافت این بونس $100. برای این کار شما نیاز به یک رفرال لینک دارید و اگر بدون رفرال لینک ثبت نام کنید فقط $15 به شما تعلق میگیره و $100 فقط مخصوص کسایی هست که با رفرال لینک ثبت نام میکنن. من لینک رفرال خودم رو داخل دیسکریپشن گذاشتم و اگر دوست داشتید میتونید از لینک من استفاده کنید و اگر از دوستان خودتون هم لینک دارید اونم قابل استفاده هستش و هیچ مشکلی نداره. بعد از کلیک روی لینک رفرال شما وارد این صفحه میشید. میتونید این قسمت رو با گوشی موبایل هم انجام بدید که بهتر هم هست، چرا که در نهایت از شما میخواد اپلیکیشن چایم رو روی گوشی نصب کنید و اگر با گوشی برید راحت تر هست، ولی با ویندوز هم مشکلی ایجاد نمیکنه. خب ایمیلتون رو اینجا وارد میکنید و روی گت استارتد کلیک میکنید. در مرحله بعد یه سری اطلاعات شخصی از شما میخواد که زمانی نمیبره و من براتون در این قسمت هایلایت کردم. مرحله دوم از شما میخواد که شما اپلیکیشن چایم رو روی موبایلتون نصب کنید و کارت اینجا تمام میشه. حالا برای دریافت بونس تنها چیزی که نیاز دارید یک دایرکت دپازیت هست که این کار باید طی 45 روز آینده انجام بشه. دایرکت دپازیت به این معنی هست که یک واریزی از طریق دانشگاه یا محل کارتون به این حساب انجام بشه که حداقل مبلغ $200 باشه. مثلا اگر شما دانشجو هستید و یه مبلغی رو از دانشگاه به صورت ماهانه دریافت میکنید نیاز هست که تنها برای 1 ماه داخل سایت دانشگاه شماره حسابتون رو به حساب چایم تغییر بدید تا حقوقتون داخل این حساب واریز بشه و برای این کار 45 روز بیشتر فرصت ندارید. در نهایت به محض واریز حقوقتون $100 به داراییتون اضافه میشه و کل مبلغی که داخل چایم هست رو میتونید به حساب اصلیتون ذل بکنید. حالا از هر بانکی که استفاده میکنید میتونید به اون بانک ذل بکنید. برای ستاپ کردن دایرکت دپازیت باید وارد اپلیکیشن چایم بشید تا بتونید اطلاعات حسابتون رو اونجا ببینید. به قسمت پروفایل برید و دایرکت دپازیت ستاپ رو انتخاب کنید تا بتونید اطلاعات حساب چایمتون رو اونجا ببینید. نکته آخری که بعد از اینکه $100 بونس رو دریافت کردید لینک رفرال برای شما فعال میشه و شما هم میتونید به 10 نفر ریفر بدید و جدا از اینکه هر کدوم از اونها $100 گیرشون میاد $100 هم به شما بونس داده میشه و مجموعاً $1000 دیگه گیرتون میاد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.